خاله جان خوب هستی؟ خانه کجاست؟ خانه دور از خانه داودینیا. داودینیا؟ آه. چرا؟ یک بچه داشتم خدا ببخشش که کنم مرده نوستگه کسون. تنها خودت هستی کار میکنی؟ با می بوجی؟ بریم خانه تان؟ دور از خانه ما. یک توفه داریم در خانه تان میتون برات. باش من میبرم. این خانه شما هست. خوب یا خیر. خاله جان خوب هستی؟ شکر بچه صندلی چطور یخ هست؟ یخ پخ است. غیر خدا چیزی نداریم. یک بچه توی باشه مرد، یک بچه زنده گم است. کسی دیگه نان آور هم نیست؟ نه غیر خدا. اونمو با بوجی را کردیم داخلش نان قاق و قوطی های پیپسی اینیا جمع کرده بودین؟ اونمو طوری ها را درا که برم 20 سال میکنه. بچه که چند سال میشه که گم شده است؟ 20 سال شد، 18 سال شد. آفرین تانده 20 سال. شو یادم میخواه نمیبره پایم بلد میشه جونم بلد میشه شو بشو میشه 3 شب سرم میگذره پگان نمیشه به چشم میتو میپاید که باش تو چه وقت صبح میشه باش چه وقت صبح میشه من بهم دلم میکفه یعنی شو باشه روز باشه میکفه او یادم نوست و یادم نیست از میگو یعنی ایران رفته زنده است ایران رفته زنده است من خوب دلپوری مرا میتن میفهمم موره دلپوری میتن به خدا مالم که ایران است به خدا مالم بگه است به خدا مالم پدری شد به خدا مالم مرد چی شد و پا جستجو هم نکردین خاله جان؟ چطوری جستجو میکردم؟ خب البته مبلغ 3000 افغانی است که خودت به فعلا میتونیم خاله جان را حساب کنین این پول البته 4000 افغانی است 4000 بالی حساب کنین و دوستای دیگه کمک میکنم ما میتونیم خانه تان رنگ کنیم صندلیشون دوستای عزیز جور کنیم پیسه داریم قرض بچه‌م که سکستامو خلاص دوام دوستا کمک میکنین پیسه آخری نیست خاله جان آها دیگه دوستا سهم بگیرین دوستان عزیز یا وضعیت داخل خانه مادر بزرگوار است این شکل میبینید و این تفلک های یتیم قدیمی قد داره